خب پسرم حال یک دور و زمانی شده است که پدران پسران خبرگیری می آیند. این سیوم مراتبه است که من تو را خبر میگیرم پسرم. هیچ غم نی. پسرم من میخواستم امروز درباره یک کاری خیر با تو صحبت کنم. خوش. میدونی سال و زمانی شده است که جوان مردان سخاوت پیشگان یک کاری خیر رو پیشه میکنن. پدر براستی که من شما رو نفهمیدم. خدا را شکر من از یگان چیز کمی ندارم. دوستانی خوب دارم، پول هم دارم، عائله خوب هم دارم. من به یار و دوستانت و زندگیت کار ندارم، لیکن گپ درباره ننگ و ناموس و جوانمردی عائله ما و تو میرود. من میخواهم که پسری من در کاری خیر در کنار نباشد. پدر جان کدام کاری خیر؟ میدونی پسرم، یعنی دست بیچاره و کم بضاعت را گرفتن، یاری رساندن. من پدر جان 10-15 سال این جانب شب شب نگفته، روز روز نگفته، راهش یافته برای خودم یک سرمایه جمع کردم. بعد پدر جان پول یافتم کاری هر کس نیست. و شما از کجا میدانید که من با کدام راه ها، با کدام واسطه ها این پول ها را جمع کردم؟ پسرم، من یک چیز را درک کردم. فهمیدم که سخنی پدرت برای تو قرب ندارد. پسرم، میدانی از این کار آبرویت زیاد می شود. مگر ختنتوی بچه های کم بضاعت دیه را گذراندن این کاری بد است؟ این کاری خیر است پسرم. پدر شما چه گفته ایستادید؟ اما نه شب خواب دارم نه روز. بعد آخر پول برای من لازم است آخر. پسرم، بزرگ فرموده است که در سخا کوش ای برادر در سخا، تا بیابی از پسی شیدت رها. باش پیوسته جوان مرد ای اخی، زانکی نبود دوزخی مردی سخی. سفسطه سری مرا در نزد اهل دیه پس نکن. بعد من در مسجد وعده کردم که فرزندی من توی ختنه سوری بچه های کمبغل را می گذراند. انا گفت در کجا؟ او وعده کردم گویید خرج اگر از کیسه دیگران بود حاتمی تای شدن آسان بود. پسرم، یک فکر هم میبرارد پدر جان که من با کدام روی نزد اهل دیه می روم؟ تو میخواهی که من از دیه کوچ بندم؟ مثل خودت در 6 ماه یک مراتبه می آیی. همه تو را حرمت میکنن، بینن خرسندی میکنن. تو باشی میخواهی با یک سخنت همه را خط زنی. من راضی پدر. روزی توی را خدا تمام کنه. بله پسرم، پدر راضی، خدا راضی.